مکران و گیاوان سال 1308 چند ماهی گذشت. صلح بر دشت‌های خشک و کوه‌های ناهموار مکران برقرار بود، اما آن صلح پایدار نماند. یک عصر سواری خسته و غبارآلود به منطقه مکران غربی رسید. او خبر هولناکی آورد. رضا شاه با توپ و سپاه جنگی به مکران شرقی حمله کرده و دارد با بلوچ‌های حوزه شرق می‌جنگد. شورای بزرگان در جاسک. حاکمان مجلس حاج دادالله کوپش و میر برکت و همینطور شاهی ابراهیم برادر دادالله و عبدالله پسر جوان برکت زیر نور چراغ‌های نفتی گرد هم اومدند. شب سنگین و پر از سکوت بود. برکت که به نقشه نگاه می‌کرد محکم گفت: اگر دست روی دست بگذاریم رضا شاه همه چیز را از ما خواهد گرفت. باید پیش دستی کنیم و به گیاوان حمله کنیم تا زمینها را بگیریم پیش از آن که شاه برسد. شاید با دیدن قدرت ما پا پس بکشد. حاج دادالله گفت: بدانید تا زمانی که زنده ام هرگز خون بلوچ را نمی ریزم. طاهرزهی بیگانه نیست. جنگ با آنان مانند بریدن شاخه ای از درخت خودمان است. من هرگز با خویشاوندانم نمی جنگم. عبدالله پسر برکت که جوانتر از همه بود با خشم و اعتراض گفت: اگر زمین و شرفمان را از دست بدهیم چه؟ حرفهای زیبا از ما محافظت نمی کند. قدرت را باید با زور گرفت. شاهی حرف او را قطع کرد و گفت: دشمن واقعی شاه و پشتیبانان اوست، نه بلوچ‌های خودمان. باید متحد شویم با طاهرزهی ها. بحث تا نیمه شب ادامه یافت. دادالله و شاهی قاطعانه مخالف جنگ با خیشان بودند، اما دل برکت به سوی جنگ متمایل بود. شعله‌های جنگ با وجود همه هشدارها برکت تصمیم خود را گرفت. او همراه سپاهش وارد یک نبرد مستقل دیگر شد. در سوی دیگر، جنگجویان طاهرزهی به رهبری دوست محمد کریمداد آماده دفاع از سرزمینشان شدند. صبحی سوزان نزدیک سیرک پامسجد و طاهروی نخستین تیرها شلیک شد. مراد یوسف و علی جمعه آتش گشودند و نبرد آغاز شد. غبار مانند طوفان به هوا برخاست و دید جنگاوران را کور کرد. ابتدای نبرد سید محمود از یاران برکت کشته شد، اما ملا ابراهیم تیرانداز ماهر برکت چند تن از بزرگان طاهرزهی از جمله شهداد احمد مبارک را کشت. حسن یار محمد و دوست محمد کریمداد زخمی شدند، اما طاهرزهی ها پاپس نکشیدند. علی جلال طاهرزهی قهرمان میدان، میان غبار و آشوب سردار علی جلال طاهرزهی استوار ایستاد و مردانش را با شجاعت بی‌نظیر هدایت کرد. هر کلام او نیرویی تازه در دل آنان می‌دمید. نبرد تا غروب ادامه یافت. هنگامی که خورشید خونین به افق نشست، طاهرزهی‌ها به فرمان علی جلال عقب نشینی کردند و نیروهای برکت نیز بازگشتند. پس از نبرد اندوه بلوچستان را فرا گرفت، اما امید همچنان زنده بود. قبایل صلح طلبی مثل زرهزهی‌ها، کوپش‌ها و آبادها برخاستند تا زخم‌ها را التیام دهند و بر قرآن سوگند خوردند که دوباره وحدت و آرامش را به گیاوان و مکران برگردانند. این داستان ادامه دارد. اگر از این داستان واقعی رو دوست داشتی حتما لایک و سابسکرایب کن.